سلام. همین 1 سال پیش بود که دیپلماسی بالکنی محمد جواد ظریف در زیر ذره‌بین آنتن‌های دنیا قرار داشت و هر روز هم ظریف و رفقاش یک قسمت جدید از ژست‌های بالکنی رو برای خبرنگاران اجرا می‌کردند. البته اونقدر که ظریف به دست تکون دادن برای خبرنگاران علاقه داشت و دوست داشت که با ژست‌های مبهم خنده و گریه کنجکاوی اونها رو به خودش جلب کنه، اما کشدار شدن ایام مذاکرات حوصله بعضی از اونها رو سر برده بود. بچه گریه میکنی یا میخنده؟ We are sick and tired. Hurry up. اما بالاخره بعد از چند روز ظریف با یک کاغذ توی دست در بالکن ظاهر شد و بعد هم شیپورها به صدا در اومد که بله، توافق حاصل شد و از این به بعد همه درها به سوی نظام باز میشن و خلاصه بادا بادا مبارک بادا 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 مبارک بادا انشالله مبارک بادا 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 مبارک بادا انشالله مبارک بادا. روحانی که فکر میکرد توافق قرن رو به دست آورده با توپ پر پشت تریبون میرفت و تا دلتون بخواد وعده و وعید میداد. امروز به ملت شریف ایران اعلام میکنم که طبق این توافق در روز اجرای توافق تمامی تحریم ها، حتی تحریم های تسلیحاتی، موشکی و اشاعه‌ای هم به صورتی که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحریم های مالی، تمام تحریم های بانکی، تمام تحریم های اقتصادی به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعلیق. اون زمان اگر یادتون باشه روحانی نه تنها برجامش رو همه جا به عنوان بزرگترین دستاورد دیپلماسی تاریخ عرضه می‌کرد، بلکه در مقابل باند رقیب هم شمشیر رو از رو بسته بود و میزد چه زدنی، بعضن تا خود جهنم هم میبردشون. ظاهر شعار میدن ولی بزدل سیاسی هن. هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم. خب جهنم برید یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون. چیکار کنیم ما؟ خداوند شما رو ترسو و لرزان آفریده، ما چه کار کنیم؟ ما چه کار کنیم؟ البته این سوال رو جماعت جام زهری با تداوم دیپلماسی لبخند جواب دادند. لبخندهایی که ظریف براش جایزه گرفت و حتی مجسمه هم براش ساختند. خودمو به خنده میزنم، خودمو به گریه میزنم، میخوام فراموشت کنم اما نمیشه، میخوام که از تو رد بشم، میخوام که با تو بد بشم، اما دلم راضی نشد، بی تو نمیشه. اما هرچی ظریف در سفرهای خارجی بیشتر لبخند میزد و جایزه میگرفت، در داخل کشور و به طور خاص باند دلواپس‌ها واکنش‌های دیگه‌ای داشتند. اینقدر لبخند زدن به بیگانه اینقدر جذابیت داشت برای اونا که با هم توانه کردن قیمت نفت آوردن زیر $70. هر قدر ما لطف می‌کنیم به دشمن، هر قدر به شیطان بیشتر لبخند می‌زنیم، بیشتر جنایت و خباثت و خیانت می‌کنه. البته ظریف هم بعد از شنیدن این لنگ و لگدهای جناح رقیب دیگه توی لبخند زدن دست به عصا حرکت میکرد که خیلی تابلو نباشه.
خلاصه امروز بعد از همه این ماجراها الان 1 سال از اون روز تاریخی برجام گذشته و حالا باید ببینیم که چقدر از اون وعده ها عملی شده. این که تعهداتی که اونها طبق برجام داشتن که عرض میکنم یک سری تحریم ها رو لغو بکنن، یک سری رو متوقف بکنن، یک مجوزهایی رو در خصوص حالا فرض کنید که هواپیما و دیگران صادر بکنن، این کارها رو اونها صورت دادن. خب ولی این معنیش این نیست که تحریم ها کاملا در صحنه عمل هم به صورت کامل برداشته شده. این دوتا رو تفکیک قائل بشه. بنابراین اون که من میگم اونها به تعهداتشون عمل کردن، تعهدات روی کاغذ هست. وایساد، یه مقدار پیچیده شده انگار. اونها به تعهداتشون عمل کردن، تحریم ها رو هم برداشتن، ولی چی کاغذی برداشتن؟ چی شد؟ آیا این به این معنی هست که تحریم ها در صحنه عمل برداشته شده کامل؟ نه، برداشته نشده. من نمیگم اونها تعهدات خودشون رو انجام دادن. پس چی داری میگی تو؟ بالاخره تعهداتشون رو انجام دادن یا ندادن؟ تحریم ها رو برداشتن یا بر نداشتن؟ 2 جمله است، اینو بگو. میگم روی کاغذ انجام دادن، طبق برجام کارهایی که روی در قوانین خودشون باید انجام میدادن، روی کاغذ باید انجام میدادن، انجام دادن. از این جهت نمیشه ایرادی گرفت، ولی از جهت اجرای تحریم ها در صحنه عمل ایرادات مفصل هست. معتقدیم که دقیقاً به وظایف خودشون در صحنه عمل نکردن. آها، پس کلا قضیه برجام یه قضیه کاغذی بوده. اون روزم که ظریف اون کاغذه رو بلند کرد نشون میداد، منظورش این بود که این برجام کاغذیه که کلا میشه گفت که بیشتر توی تکنولوژی موشکی نظام کارایی داره. چون میشه باش مثلا یه همچین موشکی درست کرد که خیلی دقیق‌تر از زلزال و سجیل هم هدفگیری میکنه. اون حرفای روز اول روحانی رو هم دیگه کم کم فید کردن که کسی یادش نیاد که روحانی چیا گفته بود. توافقی را امضا نخواهیم کرد مگر آنکه در اولین روز اجرای توافق تمامی تحریم‌های اقتصادی بالمره و همون روز لغو شود. چون بعد از 1 سال که از امضای توافق میگذره و روز اجرام اومد و گذشت و رفت، ولی وضعیت تحریم ها و سرمایه گذاری خارجی الان اینجوریه. بانک های بزرگ اروپایی هیچ کدومشون با ما کار نمیکنن. سویفت بله بازه، ولی چون بانکی وجود نداره که با شما کار بکنه، بنابراین باز بودن سویفت به درد نمیخوره. هیچ سرمایه گذاری واقعی خارجی نهایی شده ای وارد ایران نشده دیگه. ما نفت میفروشیم و پولشو نمیتونیم بگیریم. همچنان پول نفت فروخته شده وارد ایران نمیشه. حالا برای اینکه اعتماد بانک‌های خارجی رو برانگیزن که با بانک‌های داخلی وارد مراودات بشن، دولت شیخ فری رفیق ابتکاری زد و وارد یک قرارداد جدیدی شد با گروه FATF که طبق اون بانک مرکزی ایران اگر میخواد با بانک‌های جهانی مراودات بانکی داشته باشه، نباید با گروه‌هایی که جزء لیست‌های تروریستی هستند رابطه داشته باشه. حالا جالبش اینجاست که این لیست تروریستی همون لیستیه که توش قاسم سلیمانی هست، سپاه قدس هست، وزارت اطلاعات هست، حزب الله هست. یعنی همه اینها باید توسط بانک‌های داخل کشور هم تحریم بشن اگر که میخوان وارد این قرارداد بشن. دکتر الان با این پذیرش FATF در واقع بانک‌های داخلی خودمون هم مشکل پیدا می‌کنن برای خدمات دادن به اون افرادی که الان تو لیست تحریم هستن. یعنی ممکنه گریبان اونها رو بگیره؟ بله. ببینید من در مورد FATF الان توضیح بدم چون خیلی بحث بگید باید چیکار بکنیم. مثلا این بلایی که شما میگید در واقع 200-300 تا افرادی که از نظر ما که جزء لیست تحریم نیستن، افراد و نهاد. خدمتتون عرض بکنم که البته ممکنه که این حرفا خب بگن که ادعاهای باند رقیبه. حالا ببینیم از تو خود دولت روحانی، از اعضای تیم مذاکره کننده چجوری بعد از 1 سال به قضیه برجام نگاه میکنن. ولی خب من احساس دارم میکنم یه اتفاقاتی داره میفته، چون که آقای بانکیمون یه حرفای عجیبی زده، خانم مرکل یه حرفایی رو زده، بعد یه ادعاهایی شده. یه احساس میکنم داره یه اتفاقاتی زمینی چینی هایی داره میشه که آدم بایستی گوش به زنگ باشه. یعنی واقعا مثل یه پخت پزی دارن میکنه.
پس اینطور که معلومه دارن یه آشی برای نظام میپزن که تا الان 2 تا آشپزش هم معلوم شده که یکیش خانم مرکل بوده، یکیش هم بان کی مون که حرفای عجیبی زده. حالا میخوایم ببینیم که این آش چند وجب روغن روشه و حرفای عجیب کدومه. مثلا اون حرفای بان کی مون اگه میشه لطف کنید به ما بدید. بله مرسی. آقای بان کی مون در گزارش خودش بعد از 1 سالگی برجام میگه جمهوری اسلامی ایران هنوز با رفع کامل تحریم ها فاصله دارد، یعنی هنوز نمیشه تحریم ها رو برداشت. حالا چرا؟ با در نظر گرفتن قطعنامه شورای امنیت، پرتاب موشک‌های بالستیک از سوی جمهوری اسلامی ایران در ماه مارس برای من نگران کننده شد. من از ایران میخوام که از این کار خودداری بورزد. پس موشک پرونی هم به برنداشتن تحریم‌ها ربط پیدا کرده. دیگه چی؟ یکی دیگر از افرادی که در لیست تحریم هاست ژنرال قاسم سلیمانی است که او هم اخیراً به عراق سفر کرده است. دبیا این سلیمانی جانی هم که تا دیروز تو خط عراق و سوریه مسافرکشی میکرد حالا باید برای هر سفرش به عراق از بان کی مون اجازه بگیره. اینا حرفای بان کی مون بود که میگه تا وقتی این موارد نقض برطرف نشه انتظار رفع تحریم نداشته باشید. حالا اصلا از اول قرار نبوده که تحریم‌ها لغو بشه ها؟ من راستش نگاه خودم یک مقدار فراتر از نگاه تحریم‌ها هست. فقط باید ببینیم آیا برجام تونسته خواسته اصلی مردم ایران رو تامین بکنه یا نه. خواسته اصلی مردم ایران چی بوده؟ این بود که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. یعنی این همه مذاکره کردن، جام زهر خوردن، سانتریفوژ و اورانیوم و قلب عراق رو دادن که بگن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست؟ کاملا منطقیه. مثل این میمونه که طرف بره تو پمپ بنزین چرخ و لاستیک و فرمون و گیربکس ماشینش رو بفروشه که یه لیتر سوخت بخره. آخه بعد میخوای اون رو کجا بریزی؟ اصلا فرض بگیریم که هدفش از مذاکره این بوده. باز مشکلی که باقی میمونه اینه که اونی که اون بالاست یعنی ولی فقیه هدف مذاکرات رو از 1 سال پیش یک چیز دیگه تعیین کرده بود. در همون روز توافق بایستی تحریم‌ها به طور کامل لغو بشود. این باید اتفاق بیفتد. اگر قرار باشد که لغو تحریم‌ها باز متوقف بشود بر یک فرایند دیگری، پس چرا اصلا مذاکره کردیم ما؟ اصلا مذاکره، نشستن پشت میز مذاکره و بحث کردن و بگو مگو کردن برای چی بود اصلا؟ برای همین بود که تحریم‌ها برداشته بشه. این رو باز بخوان متوقف کنن به یک چیز دیگری اصلا قابل قبول نیست. اصلا قابل قبول نیست. ولی همین الان داره همین اتفاق میفته. خب وقتی اینجوری ولی فقیه با همه حرفایی که زده روی زمین له میشه، خب مجبوری که 2 تا بسیجی رو بفرسته تو میدون تا حال جناح رقیب رو هم بگیرن تا اونا هم خیال نکنن که از ضایع شدن ولی فقیه چیزی گیرشون میاد. مسلمان نمایان تکنوکرات، رهاوردتان چیست جز منکرات؟ آتشناک پیمانه کت خدا، مریدان ویرانه کت خدا، جهالت شعاران پرمدعا، کجا هست آیین و رسم شما؟ شمال است اندیشه و وهمتان، نجومی ترین فیش ها سهمتان. به امر ولایت مقاوم نیید، پی عشق بازی دائم نیید، یمن غرق خون و منا غرق خون، به زانو بیفتاده نزد زبون. بله اینجور که به نظر میرسه باطلاق برجام توی این 1 سال نه تنها قفلی از درهای تحریم رو باز نکرد، بلکه فقط هیزمی شده برای دامن زدن به آتش اختلافات باندی، تا جایی که بعضیاشون برای حل این اختلافات حسرت دوران امام گور به گوری رو میخورن و برای رفع اختلافات از قعر جهنم کمک میخوان. شب و روزتون خوش. امام کجایی که ما امروز هستیم بعد میبینیم که طرف میاد رسما از لیبرالیسم میگه، هیچ هم نیست بزنه تو دهنش. امامم کجایی جدیدن کجایی، کجایی هیولا هیولا کجایی، امامم کجایی جدیدن کجایی، کجایی هیولا هیولا کجایی.